به دوربین نگاه کن. وقتی سر راه نیوردن که. استاپ نکن ادامه. نه اون یه برنامه قرار داشته باشیم براتون. نمیدونیم که اصلا معرفیش بکنیم، نیاز معرفیش بکنیم. ریدیم. بذار همینجا بخونیم از جامعه ما پر از مشکل. من میخونم. جامعه ما پر از مشکلات. ادامه. با مدرک و سند نشون میدیم ایرانی‌ها بهترین آدمای دنیا. ایرانی‌ها خیلی آدمای خوبی هستن. فقط یه چند تا مشکل کوچیک دارن. مشکلاتی مثل گرون فروشی توی بازار هست، آب و هوای بد هست، غبار پراکنده هست بعضی وقتا تو آسمون که زیاد چیز خاصی نیست. سایز پاشون یکم بزرگه بعضی وقت. رنگ موشون یکم پیر میشن ممکنه مردا موهاشون بریزه مثلا. هوچیگریه، خال زنک بازیه، چای پراکنیه، پاچه خاریه، مالیه، مرد پرستیه، نژاد پرستیه، بت پرستیه، خرافه پرستیه، زنازادگیه، شنازادگیه، بی ناموسیه، بی غیرتیه، بی حجابیه. اینا به مردم پاک آریایی تحمیل شده. مشکل دیگه نداریم اینجا. مشکل هنوزم هست. داریم روش کار میکنیم. گوشت خواری. مشکل زیاده. ما میخوایم پرده از یه نقشه مخوف برداریم. یه راز بزرگ. ما نشون میدیم که چجوری همه مشکلات ایرانیا و همه مشکلات جامعه ایران. هر وقت از مشکلات حرف زدیم همه چیز سر سیاست خورد کردیم. یعنی در واقع همیشه فکر میکنیم که همه مشکلاتمون به خاطر سیاسته. ما برای اولین بار یا چندمین بار میخوایم نوک پیکان انتقاد رو به سمت خودمون بگیریم. نوکش به سمت خودمونه. ما همیشه فکر میکنیم که همه بدبختی‌ها که ما داریم زیر سیاست‌های یه مش آدم. حالا از شوخی گذشته میخوایم نشون بدیم که مشکلات ما سوای خود ما نیستن. قصد داریم نشون بدیم که خیلی از مشکلات ما ریشه در خصلت‌ها و روحیات خود ما داره. ما میخوایم یه آینه باشیم جلوی چی داری میگی؟ از روی میخوایم. ما میخوایم یه آینه باشیم جلوی عورت عریان جامعه ایران. نظرم اینه که به صورت هفتگی منظم سعی کنیم برنامه رو دراریم. کوتاه 5 دقیقه. پس هر هفته منتظر برنامه ما باشید. لخ در آینه.